علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران غریب. کسایی که میخواهید پاسپورت خود را بسنجید، یعنی که پرایوت کنید، پاسپورت، رجیستراسیون و پاتنت که در بعض هست یا این که نیست، برای اینها را فهمیدن میتونید که بر ما مراجعه کنید و اینچنین ما میتونیم که بر شما رجیستراسیون کرده دهیم تا که در بعض برای این همه را و با دیگر سوال ها را جواب گرفتن میتونید که با رقم های در پیام بوده که واتساپ پیوست است، با طریق واتساپ با همین رقم های در روی اکران بوده نویسید. در یروشلیم یعنی در قدوس قبر باز شد که گویا در آن قبر عیسی علیه السلام دفن کرده باشد. البته بیشک ما مسلمان ها می‌دانیم که عیسی علیه السلام وفات نکرده است و او شخص را الله جل جلاله به حضور خود پذیرفته است. اما در یروشلیم عیسی علیه السلام دفن شده است. گویان قبر را باز کردند. این قبر 1500 سال پیش با سنگ مرمر پوشانیده شده بود. چند سال پیش عالم خریستیان ها قرار کردند تا قبر را باز کنند. باز کردن این قبر آسان نبود، زیرا با سنگ مرمر پوشانیده شده بود. برای باز کردن این قبر تقریباً 6 ساعت وقت صرف کردند. همین طور این قبر به داخل یک کلیسا جا شده بود. ارخیولوگ‌ها با دلیل پیشینه اشان کار کردند، یعنی با نویسنجات‌های پیشینه خریستیان ها، یعنی در این سنگ مرمر نوشته شده بود که گویا در اینجا عیسی علیه السلام خواب باشد. این قبر سال 326 از سوی مادر امپراتور کنستین خیلین آماده کرده شده بود. بعد باز کردن این قبر از داخل چیزی نبرآمد و در آنجا برای به عیسی علیه السلام چیزی را دریافت نکردند و برای دریافت کردن جستجو نمودند، اما غیر از 2 سنگ کلان دیگر چیزی نبود. این دلیل است که عیسی علیه السلام نمرده است و زنده به نزد الله جل جلاله رفته است. البته در این باره هر یک ما و شما معلومات داریم. اگر معلومات نداشته باشیم پس جستجو کنیم، زیرا در کتاب ها و در روایت های خواندیم که میگویند وقتی عیسی علیه السلام را یک همراه خود برای دشمنان باید او را چکار کنند، باید کی بودنش را افشا نموده پیراد میکردند.